سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه. من امروز میخوام که چمدون ببندم برای سفر فردا و اینکه گفتم که بیام این کار با شما انجام بدم که شاید شما هم از من ایده بگیرین یا حتما توی کامنت برای من شما هم کاری که انجام میدین رو بنویسین که منم برای سفرهای بعدیم ازش استفاده بکنم. حالا این سفر که قرار فردا بریم به شهر بوجنورد، شهریه که پدر مادر من اونجا به دنیا اومدن و این سفر چون که فرشاد فرصت نمی‌کرد که با ما بیاد، من با مامان بابام تنهام و مامان بزرگم هم قراره با همون بیاد و خیلی حس جالبی دارم و اینکه قراره اونجا حتما برای شما ولاگ بگیرم، چون بوجنورد میدونم شهریه که تقریبا کسی خیلی ازش نمیدونه چه جوریه، چه قدمتی داره یا مثلا خیابوناش چه جوریان، چه جاهای دیدنی داره، سوغاتیاش چیاست و همه این داستانا. و اینکه خونه مام بزرگم رو خیلی ذوق دارم بهتون نشون بدم چون داستانای جالبی داره. همین دیگه. حالا میخوام چمدونم رو ببندم و ببینیم که چی میشه. اولین کاری که میکنم اینه که حساب کتاب میکنم ببینم چند روز سفرم و اینکه چند دست لباس لازم دارم. مثلا برای این سفر فکر میکنم که 4 دست لباس بیرونی خوب باشه. بعد حالا چیزای دیگه ای که برمیدارم، من حتما دوست دارم که وقتی سفر میرم با فامیلامون و دوستامون و اینا بریم استخر. برای همین وسایل شنام و اینا رو برمیدارم. لباس سوخونه‌ای و دیگه میمونه جوراب شلواری و روسری و اینجور چیزا. معمولا اگه چمدونم بیشتر جا داشته باشه بیشتر لباس برمیدارم، به خاطر اینکه همونجا کمتر لباس بشورم. هم اینکه دوست دارم وقتی یه جا میریم و مثلا یه لباسی احتیاج دارم نگم که کاش جا بود مثلا اونم برمیداشتم و اینا. یعنی دلم میخواد که دستم خیلی باز باشه توی این اتفاق. یکی از چیزایی که خیلی خوشحالم خریدم این تقسیم کننده چمدونه. بعد این واقعا میتونم بگم که کار منو خیلی راحت کرد، به خاطر اینکه همیشه تو چمدون وقتی لباس میچیدم مشکلم این بودش که مثلا لباسایی که لازم داشتم همه میرفت زیر یا مثلا نمیتونستم پیدا بکنم لباسم و اینا، ولی با اینا خیلی راحت تر شده. بعد خیلی چیزای مختلف هم داره. بذار الان بیشتر بهت نشون بدم. این که کیف لوازم آرایشیمه. این برای مثلا دوباره این نمیشه لوازم بهداشتی آرایشی رو توش بذاری. اینم کارهای جالبی میشه کرد دیگه توش. حالا هر چیزی خودتون بسته به نیازتون میتونین بذارین. بعد این برای مثلا جوراب و اینا خیلی خوبه، جوراب و لباسی. بعد من تو اینا مثلا شالمو میذارم، همه شالمو میذارم مثلا توی یکی از اینا. بعد تو هر کدومشون میتونی قشنگ کلی چیز نیست بچینی. توی اینا مثلا دامن و شلوار و لباس اصلی بیرونیم که خیلی جا میگیرن و میذارم. خیلی خیلی کمک کننده است. حالا الان میچینم توشون ببینید. این که وسایل استخرمه همشون اینجاست. یه چیز دیگه که از خریدش خیلی خوشحالم این تقسیم کننده کیفاست، چون که ما خیلی کمد نداریم، برای همین همیشه خیلی مشکل داشتم که چیز بکنم کیفامو یک جا بذارم که جاشون خوب باشه و خراب نشه. برای همین این خیلی بهم کمک کرده. این دوتا رو برای لباس همون مهمونی خانومانه‌ای برداشتم. یکی این، یکی هم این. این میدونی چیه؟ این مایع نرم کننده است که با آب قاطی کردم. بعد اینو وقتی که دامن میپوشی میزنی به جوراب شلواریت که اون حالت الکتریسیتش از بین بره، نچسبه لباستت. خیلی چیز خوبیه، حتما شما هم درست کنید. اینم عطریه که همیشه میزنم ولی چون خیلی بزرگه کوچیکشو با خودم میبرم. اینم از پیج دمبو پرفیوم گرفتم که براتون آیدیشو میذارم که برید اینستاگرام سرچ بکنید. اینم دارم لاتوسکا اسمش که مال همین کمپانیه ولی خیلی اینم خوشبو. اینم میزنم. اینا هم که ضد آفتاب و مرطوب کننده. من اینو وقتی خریدم فکر میکردم که خیلی هم کاربردی نباشه، اما وقتی که بیشتر ازش استفاده کردم جای مختلف خنک میکنه، واقعا خیلی خوبه.
ببین بادش، یعنی جاهایی که دیگه داری از گرما میمیری عرق کردی این انقدر بهت کمک میکنه. یه مدل دیگه هم داشت که مهپاش بود، من فکر کردم که ممکنه یکم اذیتم بکنه، ولی بعضی وقتا به این فکر میکنم که کاش اونو خریده بودم. بعد 3 حالت هم داره، تندتر هم میشه، بعد خاموش میشه. سلام دوباره. من تا برم نهار درست کنم بخوریم و فیلم نگاه کردیم و اینا بیایم یه کوچولو دیر شد. حالا الان میخوام که یه کاری بکنم، بیام لباسایی که انتخاب کردم و با هم دیگه ستشون رو کنار هم دیگه بذارم ببینم که چه جوری میشه. یا مثلا یه سری لباسام بعدا وقتی که جدا کردم متوجه میشم نه اونقدری که فکر میکردم الان لباس لازم ندارم و میتونم بذارمشون کنار. الان این با این جلیقه وست با شال مشکی با این 3 تا با هم دیگه میره توی بگ قرار میگیره که هر وقت بخوام مثلا بپوشم دیگه هی نرم دنبال چیز مختلف بگم. بعضی وقتا هم جدا جدا میذارم ولی این 3 تصمیم گرفتم که اینجوری بذارمشون. این 3 تا با هم، این تاشون رو دارم به هم میریزم به خاطر اینکه دوباره باید یه جور دیگه مخصوص همین کیفه بچینم. این با این شال، خب این میشه 2 تیپ. این شال با این جوراب با کوش شلوار جینم، با این شلوار جین میشه 3 تیپ. این با این شومیزم میشه 4 تیپ. حالا یه چیز دیگه هم هست، این مانتو جینم هم چون خیلی چیز راحت و خنکیه برمیدارم فعلا. حوله سرمه، اینم حوله. مثلا این دامنه که برداشتم اضافه شد، یعنی اضافه است. بعد اینم که برای توی خونه، مایو، اینم شلوار تو خونه، یه جوراب شلواری. این برای اون مانتو جینه خوبه. این 2 تا نمیخوام و میمونه این. یه دونم این وست مشکیمه، اینو فکر کنم بی خیال شم، اینم بر ندارم، اینم اضافه است. خب حالا جانم سلام متشکرم. بیا اینجا. به به چه زحمته کشیده. کدبانو هم کدبانو دیده میشی؟ مهمی نیست. این بری من کلا کارامو انجام میدم نه بخاطر دیده شدم. فکر کنم صدات خیلی نداریم. صدامو داره. آره اهمیت میده. خب کاش اون باقلوا رو هم میآوردی می‌خوردیم. سارا جان من که می‌خوام شکلات تلخ می‌خوریم. خوب پیچوندی نیومدی یا کجا؟ سفر. آره عشق و حاله دیگه. داغ هنوز. واقعا خیلی کار خوبی کردم اینو خریدم. خیلی کار خوبی کردی. بعد یکی دیگه هم بخرم برای تو که چمدون. جدی اینقدر دیگه کار خوبی نکردی. جدی خیلی واسه چمدون مثلا من وسایلم جمع جور میشه، وسایل تو اضافه میمونه بیرون. دیگه جمع کردی دیگه همه رو. دیگه این دفعه جدی میری. سارا هر ماه حدود مثلا 2-3 بار اینجوریه که فرشاد اگه من برم مسافرت اوکی؟ بعد میگم آره مثلا. بعد یهو واقعا دلم نمیاد تنهایی بذارمش برم. بعد میگه که ایونت های قبلی که تو ذهنت بود بری مثلا تا حالا مثلا یه 10 باری رفته بجنورد اینجوری مثلا، یعنی اینکه اصلا اوکی رو گرفته که برم ولی نرفته، ولی این دفعه مثل که دیگه جدی داره میره. چایمو بذار اونجا لطفا. یا نمیخوای هم با توی سینی بمونه؟
همون آره مرسی. خدافظ. خب الان جا دادن اینا دیگه خیلی میچسبه، به خاطر اینکه میبینین الان چقدر راحت همه رو جا میدم. سلام بچه‌ها، صدای منو از بوجنورد میشنوین. اومدم داشتم تدوین میکردم، گفتم که یه سری تصاویر همخونی نداشت بیام بهتون توضیح بدم. اول یکیش این که هما بهمون گفتش که اگه یک شنبه بریم با همون میاد، بعد دیگه ماشین خراب شده یکم تاخیر افتاد تو روزی که می‌خواستیم راه بیافتیم. یکی این که به خاطر اضافه شدن هما بهمون من چمدون مجبور شدم که کوچیک‌ترش بکنم که تو ماشین همه جا بشیم. و اینکه حالا تو این فاصله من با شقیقه کافه خیلی خوشگل تو کرجم رفتم، گفتم که اونم براتون بذارم. همین گفتم این توضیحاتو بهتون بدم گیج نشین. چسبم گذاشتم. بستنیش چه طعمیه؟ وانیلی؟ به نظرتون خوشمزه است؟ آره خب هم میگه. خدا حافظ. بای بای. میبینمت. خدا. Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just گریه نکنی قاسم، به فرشاد سر she بزن. puts her hand in mine. We wanna chase the night.